وای خیلی خوبه. کی باورش میشه فقط با 4 ماده اولیه بشه یه همچین کوکی خفنی درست؟ هم آسونه هم خیلی خوشمزه. مطمئنم اگه یه بار درستش کنی عاشقش میشی. بهتر از این نداری. دوستای عزیزم سلام، من آزاده هستم و امروز قراره با هم یه کوکی بادوم زمینی خوشمزه با یه رویه ترد و فوق‌العاده بی‌نظیر رو با هم درست کنیم. پس اگه عاشق کوکی بادوم زمینی و شکلاتی این رسیپی رو از دست ندید. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردی لطفاً همین الان چنل من سابسکرایب کن، این پست رو لایک کن و برای بقیه دوستاتم بفرست. مواد اولیه و میزانش رو هم اینجا و هم داخل کپشن براتون نوشتم. اول از همه میریم سراغ شکلاتمون که میتونید از هر شکلاتی که دوست دارید و سلیقتون هست استفاده کنید و برای سایز قطعه شکلات میتونید هر سایزی که دوست دارید، بزرگتر یا کوچکتر از این چیزی که من برش میدم و کاملا دل بخواهی هست. من از شکلات فندقی استفاده کردم، اما شما هر شکلاتی که دوست دارید، مغزدار یا ساده، تلخ یا شیرین، هر مدلی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. شکلاتامون رو بعد از اینکه قطع کردیم کنار میذاریم و بعد میریم سراغ خمیر کوکیمون. اول از همه کره بادوم زمینیمون رو داخل ظرف میریزیم، بعد پودر شکر رو به کره بادوم زمینی اضافه میکنیم و همینطور وانیل شکری که داشتیم رو به موادمون اضافه میکنیم و همه مواد رو با لیسک اونقدر هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. باید تمام دونه های شکر و کره بادوم زمینی با هم دیگه میکس بشن و کاملا یک دست بشه. حالا موقع اضافه کردن تخم مرغمون هست. تخم مرغ رو داخل ظرفمون میشکنیم و با لیسک مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم تا یه خمیر کاملا یک دست رو داشته باشیم. بعد از اینکه موادمون کاملا مخلوط و کاملا یک دست شد، به مدت 2 ساعت داخل فریزر قرار میدیم. بعد از 2 ساعت خمیرمون کاملا سرد شده. حالا به کمک یک قاشق به اندازه گردو از خمیرمون برمیداریم، با دستمون گردش میکنیم و فرم میدیم و داخل سینی فرمون که از قبل کاغذ روغنی انداختیم قرار میدیم. گلوله های کوکی رو با فاصله از هم قرار میدیم، چون که کوکی هامون بعد از پخت یک مقدار پهن میشن. فر رو از قبل روی دمای 180 درجه داغ کردیم و کوکی ها رو داخل فر داغ قرار میدیم به مدت 12 دقیقه و نه بیشتر. بعد که کوکی ها رو خارج کردیم، همونطور که کوکی ها داغ هست، شکلات ها رو روی کوکی ها قرار میدیم، یه فشار کوچولو بهش میدیم که شکلات ها داخل کوکی ها فرو بره و در نهایت هم برای دیزاین نهاییش میتونیم یک مقدار نمک دریا برای زیبایی و تزیین روی کوکی هامون بریزیم که البته این مرحله کاملا دل بخواهی هست. و تمام. امیدوارم که این کوکی خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. عکسای زیباش هم برای من بفرستید. هر چقدر از بافت و خوشمزگی این کوکی بهتون بگم کم گفتم. یک گزینه فوق‌العاده برای کسایی که دنبال یک میان وعده پرپروتئین خوشمزه هستن، همینطور افرادی که عاشق قهوه هستن. کنار یه فنجون قهوه این کوکی واقعا بی‌نظیره، با این بافت فوق‌العاده و طعم بی‌نظیرش.